بعد دیدار جنجالی اخیر زلنسکی و ترامپ، اگه جبهه‌گیری‌های جدید ترامپ و تغییرات عمده سیاست‌های آمریکا در قبال جنگ اوکراین رو بهش دقت کنیم، این نظریه که ناتو و آمریکا هیچ تقصیری توی جنگ روسیه و اوکراین ندارن به چالش کشیده میشه. اقدامات گذشته ناتو برای گسترش به سمت شرق و تحریکاتی که به وجود آورد، مخصوصا وقتی که روسیه تهدیدات امنیتی خودش رو به شدت مطرح کرد، نقش مهمی تو شکلگیری بحران کنونی ایفا کرده. از طرف دیگه رویکرد ترامپ که در دوران ریاست جمهوریش بعضی از اصول سنتی سیاست خارجی ایالات متحده رو به چالش کشید، پیچیدگی‌های این درگیری رو بیشتر کرد. تو این ویدیو می‌خوایم همه چیز رو درباره جنگ اوکراین بررسی کنیم. مخصوصا قرار ارتباط اقدامات ناتو در قبال روسیه بعد جنگ سرد و جبهه‌گیری‌های جدید ترامپ در مورد آتش‌بس اوکراین و نقششون رو در تقویت یا تشدید این بحران تحلیل کنیم. سلام دوستان، به کانال وردواید استوریز خوش اومدین. امروز می‌خوایم درباره جنگ اوکراین صحبت کنیم. دلایل شروع این جنگ خیلی پیچیده‌تر از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین که از سال 2022 شروع شده و در واقع ریشه‌های این اختلاف به پایان جنگ سرد و حتی قبل از اون برمیگرده. توی این ویدیو قراره تاریخچه این اختلاف و نقش قدرت‌های جهانی مثل ناتو رو توی این بحران بررسی کنیم و در نهایت ببینیم به جز روسیه که مقصر اصلی شروع این جنگه، آیا ناتو و ایالات متحده هم تقصیر یا اشتباهی توی تحریک این جنگ داشتن یا نه؟ با من همراه باشید. برای اینکه درک عمیق‌تری درباره ریشه‌های اختلاف اوکراین و روسیه داشته باشیم، بیایید یه نگاه کوتاه به تاریخ و ژئوپلیتیک اوکراین بندازیم. اوکراین بزرگترین کشوریه که کاملا داخل اروپاست و توی تقاطع استراتژیک اروپا و آسیا قرار داره. این کشور در طول تاریخ به خاطر خاک حاصلخیز و تولیدات کشاورزی بالا شهرت داشته و همچنین در طول یک قرن گذشته به یک مرکز صنعتی مهم تبدیل شده و شبکه بزرگی از لوله‌های انتقال گاز که حجم عظیمی از گاز طبیعی رو از روسیه به اروپا منتقل میکنه از این کشور میگذره. تاریخ اوکراین به قرن نهم میلادی برمیگرده، زمانی که مهاجرای وایکینگ و مردم محلی پادشاهی قدرتمند روسکیف رو تأسیس کردند که هم روسیه و هم اوکراین این پادشاهی رو به عنوان میراث فرهنگی خودشون میدونن. با جنگ‌های داخلی و بعدش حمله مغول در قرن 13 دوره این حکومت تموم شد و در حالی که روسیه به شکل‌های مختلفی استقلال خودش رو حفظ کرد، منطقه اوکراین بین قدرت‌های همسایه تقسیم شد و معمولاً چند کشور به بخش‌های مختلف اون حکومت می‌کردن. سال 1654 یک دولت اوکراینی بعد از یک شورش خونین از لهستان جدا شد، اما دوره استقلالش کوتاه بود. این دولت جدید وفاداری خودش رو به روسیه اعلام کرد و طی 100 سال بعدی کاملا به روسیه ادغام شد. روسیه تو این مدت تمام تلاشش رو برای سرکوب ملی‌گرایی اوکراینی به کار برد. سال 1917 بعد از انقلاب روسیه و برکناری تزار، اوکراین استقلال کوتاه مدتی به دست آورد، اما در سال 1922 بخشی از اتحاد جماهیر شوروی شد. در طول جنگ جهانی دوم، اوکراین توسط آلمان نازی فتح شد. خیلی از اوکراینی‌ها به امید دستیابی به استقلال با نازی‌ها همکاری کردند و خیلی‌های دیگه هم در برابرشون مقاومت کردند، اما در نهایت دوباره بخشی از اتحاد جماهیر شوروی شدند. اتحاد جماهیر شوروی که به عنوان USSR شناخته میشد، یک کشور سوسیالیستی بود که شامل روسیه، اوکراین و 13 کشور دیگه بود. این کشور در اون زمان بزرگترین کشور جهان بود و مردمی با بیشتر از 130 زبان و گویش مختلف داخل مرزهاش زندگی می‌کردند. از دهه 1940 تا 1990 اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده و متحدانش درگیر یه جنگ طولانی و پرتنش به اسم جنگ سرد شدند که هدف هر دو گروه تسلط به کل جهان بود. جنگی بین کاپیتالیسم در غرب و کمونیسم در شرق. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی که به اسم ناتو میشناسیمش در همین دوره برای ارائه امنیت جمعی کشورهای بلوک غربی در برابر اتحاد جماهیر شوروی تأسیس شد. این ائتلاف نظامی هنوز هم پابرجاست و به ترویج ارزش‌های دموکراتیک و همکاری توی مسائل دفاعی و امنیتی میپردازه. اگه میخواید درباره جنگ سرد اطلاعات بیشتری داشته باشید، میتونید ویدیوی جدایی کره یا جدایی آلمان رو که از مهمترین اتفاقات این دوره هستن از لینک‌های بالا تماشا کنید. در طول جنگ سرد اقتصاد، ارتش و دولت شوروی در حال افول بود. زمانی که میخائیل گورباچوف در دهه 1980 به قدرت رسید و مجموعه‌ای از آزادی‌ها و اصلاحات سیاسی جدید رو معرفی کرد، بعضی‌ها از این فرصت استفاده کردن و جنبش‌های استقلال طلبانه‌ای رو شروع کردند.
سال 1991 90% از شهروندای اوکراینی به جدایی از اتحاد جماهیر شوروی رأی دادند. تا پایان همون سال اتحاد جماهیر شوروی کاملا فرو پاشید و جنگ سرد تموم شد. غرب بدون اینکه حتی یک گوله توی جنگ مستقیم شلیک کنه بر اتحاد جماهیر شوروی پیروز شد و میشه گفت اینجا جاییه که درگیری اوکراین شروع میشه. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی زخم‌های عمیقی برای بعضی از روس‌ها به جا گذاشت، از جمله رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین. پوتین پایان اتحاد جماهیر شوروی رو بزرگترین فاجعه ژئوپلیتیکی قرن 20 نامیده و از اون زمان سعی کرده کنترل روسیه به این منطقه رو دوباره به دست بیاره. I indeed said that I believe that the collapse of the USSR was a huge tragedy of the 20th century. پایان جنگ سرد نقطه عطف بزرگی در تاریخ جهان بود که همه رو به یه تحول عمیق در روابط بین الملل امیدوار کرد. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی زمینه برای بازسازی نظم جهانی فراهم شد، اما همراه این تحول تنش‌ها و نگرانی‌های جدیدی به وجود اومد. روسیه که در طول تاریخ بارها ارتش‌های غربی به سرزمینش حمله کرده بودند، میدونست که موقعیت جغرافیاییش توی انتهای دشت اروپایی آسیب پذیره. این سرزمین در مرز غربیش موانع طبیعی بزرگی نداره و به سختی میشه ازش دفاع کرد. به همین خاطر کشورهای پیمان ورشو برای شوروی نقش یک سپر دفاعی رو در برابر تهدیدات غربی ایفا می‌کردن. تو این شرایط یکی از بزرگترین دغدغه‌های شوروی این بود که ناتو از فرصت فروپاشی بلوک شرق استفاده کنه و به مرزهاش نزدیکتر بشه و این اقدام برای مسکو کاملا غیرقابل قبول بود. برای جلوگیری از وقوع یک جنگ سرد دیگه و کم کردن خطر درگیری‌های فاجعه بار، ناتو و اتحاد جماهیر شوروی از اواخر دهه 1980 همکاری‌هایی رو شروع کردند که نتیجهش امضای پیمان نیروهای مسلح متعارف در اروپا بود. این پیمان با هدف ایجاد محدودیت‌های سختگیرانه بر تجهیزات نظامی برای برقراری تعادل بین ناتو و پیمان ورشو بود تا از رقابت تسلیحاتی جلوگیری کنه. اما نکته‌ای که شوروی اون زمان متوجهش نبود این بود که این محدودیت‌ها به نفع نیروهای نظامی پیشرفته‌تر غربی بودند. این پیمان باعث محدودیت در تعداد تجهیزات میشد که نقطه قوت شوروی و پیمان ورشو بود، در حالی که نیروهای غربی با داشتن تکنولوژی‌های برتر نظامی قدرت بیشتری رو نسبت به شوروی تو میدون جنگ اعمال می‌کردند. مزیت آشکاری که جهان بعدها تو جنگ خلیج فارس مشاهده کرد. بعد از فروپاشی شوروی بسیاری از کشورهای پساکمونیستی از دهه 1990 به سمت ناتو گرایش پیدا کردند و درخواست عضویت در این سازمان رو مطرح کردند. این گسترش ناتو به شرق برای روسیه که جانشین شوروی شده بود یه تهدید جدی تلقی میشد. در این بین اوکراین به عنوان یکی از حساس‌ترین نقاط این کشمکش ژئوپلیتیکی به شمار می اومد. این کشور که بعد فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بخش‌هایی از سرزمین‌های تاریخی روسیه رو به ارث برده بود، از نظر فرهنگی و زبانی مخصوصاً تو مناطق شرقی و جنوبی شباهت‌های زیادی با روسیه داشت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بارها استدلالش رو بیان کرده که این تقسیم بندی ناعادلانه بوده و اوکراین بخش جدایی ناپذیری از حوزه نفوذ تاریخی و فرهنگی روسیه است. اما در مقابل اکثریت شهروندان اوکراین از دهه‌ها بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی خسته شده بودند و به اروپا و ارزش‌های غربی گرایش پیدا کرده بودند. این شکاف داخلی با تلاش‌های اقلیت قومی روس‌تبار و دولت روسیه برای حفظ سلطه مسکو به اوکراین تشدید شد. نگرانی اصلی روسیه پیوستن احتمالی اوکراین به ناتو و اتحادیه اروپا بود. این اقدام از نظر مسکو نه تنها تهدید نظامی بلکه نشونه از دست رفتن نفوذ تاریخیش در منطقه به شمار می اومد. به این ترتیب اتفاقاتی که در شروع کار تلاشی برای ایجاد صلح پایدار بعد از جنگ سرد به نظر می رسید، به تدریج به منبع تنش‌های جدید تبدیل شد. گسترش ناتو به شرق و گرایش اوکراین به غرب در کنار نگرانی‌های تاریخی روسیه از آسیب پذیری ژئوپلیتیکیش زمینه ساز کشمکش‌هایی شد که تا امروز ادامه داره. در فوریه سال 1990 وزیر امور خارجه آلمان غربی گفت که ناتو قصد نداره قلمرو خودش رو به سمت شرق گسترش بده. این بیانیه طی سالهای بعدی توسط ملت روسیه به عنوان یک وعده دروغی و بدنامی ناتو بهش اشاره میشد. هرچند بیشتر رهبران غربی اعلام کردند که این موضوع نشون دهنده سیاست واقعی ناتو نبوده. تا یه مدت روابط در اروپا امیدوار کننده به نظر می رسید. در ژوئیه 1990 دبیرکل ناتو برای اولین بار به مسکو سفر کرد تا در مورد همکاری بین اتحاد جماهیر شوروی و ناتو صحبت کنند. اما اتحاد جماهیر شوروی خیلی زود فرو پاشید و کشور روسیه از خاکسترهای اون زاده شد. اوایل کار وضعیت امیدوار کننده باقی موند و روسیه توافقات همکاری رسمی با ناتو امضا کرد.
سال 1994 روسیه به برنامه شراکت برای صلح پیوست که نشونه بهبود روابط شرق و غرب بود. اما با این وجود در همون سال روسیه سازمان پیمان امنیت جمعی رو تشکیل داد که ساختاری مشابه ناتو داشت و شامل کشورهای بلاروس، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان میشد. روسیه یه بار دیگه به دنبال ایجاد یه سپر بین خودش و ناتو بود و علاوه بر این میخواست قدرت سیاسی رو که بعد از فروپاشی شوروی از دست داده بود بازسازی کنه. علیرغم تمام این اتفاقات روابط بین روسیه و ناتو همچنان رو به بهبود بودن. هرچند روسیه اعتراضاتی نسبت به گسترش عضویت ناتو به کشورهای مثل جمهوری چک و مجارستان داشت که هنوز اونها رو در حوزه نفوذ خودش میدونست، اما این کشورها تهدید زیادی برای دفاع روسیه ایجاد نمی‌کردن و روابط تا حدی دوستانه شد که ایده پیوستن خود روسیه به ناتو هم غیر ممکن به نظر نمی‌رسید. در واقع سال 1990 میخائیل گورباچوف به وزیر امور خارجه ایالات متحده پیشنهاد کرد که اتحاد جماهیر شوروی باید به ناتو بپیونده، اما این وضعیت از نظر سیاسی و لوجستیکی غیر ممکن بود. ناتو قوانین سختگیرانه‌ای برای عضویت کشورها داشت که شامل رعایت اساس حقوق بشر و داشتن دولت منتخب دموکراتیک بود که این شرایط در اتحاد جماهیر شوروی وجود نداشت. اما با سقوط کمونیسم روسیه حداقل در ظاهر دموکراسی رو پذیرفت. این کار درها رو برای عضویت روسیه در ناتو باز کرد. در جریان سفر بیل کلینتون رئیس جمهور ایالات متحده به مسکو در سال 2000 ولادیمیر پوتین که به تازگی رئیس جمهور روسیه شده بود احتمال پیوستن به ناتو رو با کلینتون مطرح کرد. پوتین تو مصاحبه با BBC گفت روسیه بخشی از فرهنگ اروپاییه و من نمیتونم کشور خودم رو جدا از اروپا و اونچه که ما اغلب اون رو دنیای متمدن مینامیم تصور کنم. این روابط تو سال 2001 در اوج خودش قرار داشت. در اون زمان رئیس جمهور پوتین به رئیس جمهور ایالات متحده جورج بوش برای حمله به برج‌های تجارت جهانی تسلیت شخصی گفت و سال بعد وقتی که ارتش ایالات متحده وارد شهر کابل شد روسیه اطلاعات حیاتی به نیروهای آمریکایی داد. پوتین دوست جدید غرب بود و بعد از 5 دهه جنگ سرد خسته کننده غرب بیشتر از هر زمانی آماده بود تا پیوستن روسیه به ناتو رو بررسی کنه. اما خیلی‌ها در غرب پوتین رو به عنوان مسئول کشتارهای جمعی می‌دیدند. اونها به جنایات روسیه در چچن اشاره کردند که در طی اون چندین شهر توسط نیروهای روسی ویران شدن و غیر نظامیان زیادی کشته شدند که جنایت علیه حقوق بشر بود. این شرایط کشوری نبود که بشه اون رو به ناتو راه داد. وضعیت روابط دوستانه ناتو و روسیه خیلی زود تغییر کرد. در اواسط دهه 2000 جمهوری‌های سابق شوروی مثل لتونی، استونی و لیتوانی به ناتو پیوستند که به اعتراض فوری روسیه منجر شد. روسیه این اقدام رو یک عمل تحریک‌آمیز دید و حتی ادعا کرد که ناتو وعده‌های عدم گسترش به شرق رو که در پایان جنگ سرد داده بود نقض کرده. اما ناتو این اتهامات رو رد کرد. اختلافات در حال افزایش بود و امیدها برای پیوستن روسیه به ناتو به سرعت از بین میرفت. در سال 2006 قتل مشکوک آنا پولیتکوفسکایا روزنامه‌نگار فعال حقوق بشر روسی که جنایات جنگی روسیه در جنگ دوم چچن رو پوشش میداد باعث خشم غربی‌ها شد. مقامات غربی بر این باور بودند که این قتل به دلیل گزارش‌های انتقادی اون علیه دولت روسیه بوده و انگشت‌های اتهام به سمت پوتین بودند. این حادثه دریچه‌هایی برای کشف حقایق درون روسیه باز کرد. غرب معتقد بود که خشونت و تهدید علیه روزنامه‌نگاران، مخالفان سیاسی و کسایی که قدرت پوتین رو به چالش می‌کشیدند، مشابه دوران اتحاد جماهیر شوروی بود. بعضیا این موضوع رو به حساب روس‌هراسی نوشتن، اما نظر اکثریت این بود که روس‌ها ارزش‌های لازم برای عضویت در ناتو رو نداشتند. سال 2009 وزیر امور خارجه لهستان تلاش کرد رویای صلح واقعی در اروپا رو دوباره زنده کنه و پیشنهاد داد که روسیه به ناتو بپیونده. نماینده ناتو در روسیه پاسخ داد که روسیه پیوستن به ناتو رو به عنوان یک امکان در آینده رد نکرده، اما در حال حاضر ترجیح میده فقط همکاری داشته باشه. روس‌ها رویای تبدیل شدن به یک قدرت بزرگ و تاثیرگذار در صحنه جهانی رو داشتن و نمیخواستن به ائتلافی ملحق بشن که با بقیه همسط باشن. تا اواسط دهه 2010 این رویا کاملا محو شده بود. پوتین به غرب پشت کرد و ارزش‌های لیبرال غربی رو محکوم کرد. در عوض اون روی آسیا تمرکز کرد و به این ترتیب رقابت بزرگ بین ناتو و روسیه دوباره به راه افتاد. توی ویدیوی هفته آینده می‌بینیم که این اختلاف جدید بین ناتو و روسیه به کجا کشیده میشه و اقدامات هر کدوم از طرفین و خود اوکراین چه تحریکاتی رو به وجود میاره که در نهایت منجر به جنگ اوکراین و روسیه میشه. منتظر ویدیوی هفته آینده باشید.
خب دوستای عزیزم، ممنون که این ویدیو رو تماشا کردین. فراموش نکنین که قسمت دوم این ویدیو هفته آینده از همین کانال منتشر میشه و اگه کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله نوتیفیکیشن رو فعال کنید، با پخش هر ویدیو براتون پیام میاد و میتونین اولین نفر ویدیو رو تماشا کنید. اینجا کانال وردواید استوریز و جای کساییه که به تاریخ، ریشه افسانه ها، سرگذشت بشریت و اینجور داستان‌های علاقه‌مندن. خیلی ممنون میشم اگه این ویدیو رو لایک کنید و نظرات و پیشنهاداتتون رو تو کامنت ها واسم بنویسید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.